بسم الله الرحمن الرحیم. جلالت مآب رئیس جمهور محترم ترکمنستان، برادر عزیزم قربان قلی بردی محمدوف، جلالت مآبان رؤسای محترم جمهور و هیئت‌های همراه، حضار گرامی، مهمانان گرامی، خانم‌ها و آقایان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مسرت دارم امسال نوروز را همراه با مردم عزیز ترکمنستان و مهمانان گرامی در شهر زیبای اشقاباد تجلیل می داریم. سال نو 1392 هجری خورشیدی و جشن نوروز را به مردم برادر ترکمنستان، جلالت مآب رئیس جمهور و همه اشتراک کنندگان این گرد همایی پرشکوه تبریک عرض می نمایم. سال نو و جشن نوروز مبارک همه باد. جلالت مآبان رؤسای جمهور، با ارزشترین خصوصیت جشن نوروز در همبستگی و همزیستی مردم باورمند به این فرهنگ کهن و پارینه نهفته است. در مراسم و میله های این جشن باستانی، مردم با گرد آمدن در کنار یکدیگر شادمانی و سرور خود را با هم شریک می نمایند، مثل که امروز ما و شما همه در این گرد همایی باشکوه داریم این جشن کهن را تجلیل می کنیم و سرور می نماییم. در بیشترین کشورهای منطقه ما جشن نوروز را به عنوان مظهر شکوفایی، تجدید و امرار حیات برگزار می نمایند و به حیث یک رسم مردمی از آن تجلیل می کنند. خانم‌ها و آقایان، سرزمین ما افغانستان مهد و جایگاه پیدایی و گسترش جشن نوروز در منطقه ما می باشد. به روایت بس آثار کهن، این جشن بار اول در بلخ بامی در افغانستان برگزار شده است. نوروز عمر دراز و ریشه عمیق در تاریخ و فرهنگ کشور ما دارد. افزون بر آن، در افغانستان از روز دوم سال به نام روز دهقان تجلیل رسمی صورت می‌گیرد و این تجلیل نمادی است از کشت و کار دهقانان، باغداران و مالداران در فصل بهار. حضار گرامی، خانم‌ها و آقایان، در فرهنگ عامه و ادبیات شفاهی و نوشتاری زبانهای مردم حوزه فرهنگی ما، نوروز جایگاه خاص خود را دارد. سخنوران زبانهای حوزه فرهنگی ما در وصف نوروز و بهار سروده‌ها و قصاید زیبا و دلپذیر سرودند. ادبیات دری در این راستا اشعار کم مانند به جامعه فرهنگی عرضه داشته است که با اصطلاحات، تشبیهات و تعبیرات گل نوروز، نوروز نگارین، نوروز خوشایین، باران نوروزی، نسیم نوروزی، ابر نوروزی و جلوه نوروزی آراسته شدند. در کنار زبان دری و زبانهای دیگر افغانستان، در ادبیات شفاهی و تحریری زبان پشتو سروده‌ها و اشعار ناب در وصف نوروز، میله‌های نوروزی و فصل بهار دیده می شود که گسترده فرهنگی پشتو زبانان را با فرهنگ و ادبیات حوزه نوروز پیوند عمیق می دهد. جلالت مآبان رؤسای جمهور، حضار گرامی، تجلیل مشترک جشن نوروز را از سوی کشوران منطقه ما زمینه ساز گسترش هرچی بیشتر و بهتر روابط و همکاری های منطقوی شده می تواند و ما را یاری می دهد تا در چنین دید و بازدیدها برای تحکیم علایق فرهنگی، روابط و همکاری های بین کشورها
ما گام‌های سودمندتری برداریم و با همدلی سرشار از محبت، برادری و برابری برای تقویت مناسبات مردمی نزدیکتر شویم. تمام کشورهای حوزه نوروز افزون بر تأکید بر علایق فرهنگی و نگهداشت آن زمینه‌های کار و فعالیت زیادی در ساحه‌های اقتصاد، تجارت و ارتباطات مردمی دارند و میتوان با استفاده از چنین فرصت‌ها درباره آن تبادل نظر کرد. در افغانستان فرصت‌های مناسب برای گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری برای تمام کشورهای حوزه نوروز موجود است. سرمایه‌گذاران و تاجران این کشورها می‌توانند به سود مردم کشورهایمان از زمینه‌ها و فرصت‌های موجود و آماده سود ببرند. خانم‌ها و آقایان گرامی، مردم افغانستان در 10 سال گذشته دستاوردهای چشمگیر در بخش‌های بازسازی و نوسازی نهادهای کشور دارند. دستاوردها در عرصه‌های تأمین آزادی‌های مدنی و حقوق بشری شهروندان، رسانه‌های آزاد، آزادی‌های بیان در تاریخ کشور ما بی‌نظیر است. البته با تأسف باید گفت که هنوزم کشور ما مورد تاخت تروریسم مثل کشورهای دیگه منطقی و خصوصاً کشور برادر و عزیز ما پاکستان می باشد. از نیازمندی‌های اصلی مردم این منطقه منع تروریسم و قتل مردم بیگناه و تأمین امنیت به مردم منطقه می باشد. در افغانستان شورای عالی صلح به حیث یک نهاد با اعتبار مردمی در این راستا کارهایش را به پیش میبرد و یکی از اولویت‌های کاری ما در سال روان تأمین صلح و قطع ناامنی در تمام کشور و در منطقه می باشد. در سال 1392 هجری شمسی مسئولیت تمام کوشش‌های امنیتی به نیروهای افغانستان از جانب نیروهای ناتو و آیساف انتقال خواهد شد و تا آخر سال 1393 هجری خورشیدی نیروهای ناتو و آیساف از کشور ما خارج می شوند. ما مردم افغانستان از این امر استقبال می کنیم و خوشحالیم از این که برای وطن ما به تنهایی مسئولیت می گیریم تا امنیت مردم و رفاه مردم خود را خود زمینه ساز باشیم. برادر عزیزم جناب ماب قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور محترم ترکمنستان بار دیگر جشن نوروز و سال نو را به جناب شما و تمام مردم برادر ترکمنستان و تمام مهمانان و اشتراک کنندگان این گرد همایی پرجلال تبریک می‌دارم و از مهمان نوازی بسیار گرم شما و خواهران برادران ترکمن ما ابراز سپاس و امتنان بیکران دارم. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز.